بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز سلام، امیدوارم خوب باشین. مضمون پشتو صنف ششم میخوانیم. امیدوارم تا اخیر با ما همراه باشین و بتونین درس خوب صحیح یاد بگیرین. خب میریم درس اول. درس براتون میخوانم، معنا میکنم، بعد لغت ها هم در اخیر درس براتون یادداشت میکنم و شما میتونین بگیرین. خب لمړی لوست درس اول میخوانیم. عنوان درس هست حمد. خب موخه یعنی هدف درس. د متن سم لوستل، لیکل او د پاک الله جل جلاله ښه پیژندنه، یعنی درست خواندن و درست نوشتن متن و شناخت خوب در مورد خداوند و یا معلومات و یا شناخت خداوند جل جلاله در مجموع هدفش. پختن از سوال: ستاسو په فکر حمد څه ته وایي؟ میگه به نظر شما حمد به چه چیز گفته میشه؟ خب میایم سر متن. هدایت را ته عطا کړې زما ربه، یعنی ای خداوند من، مرا هدایت بکو و یا برای ما راهنمایی عطا کن. د امید غنچه می واکړې زما ربه، میگه ای خداوند من، غنچه امید مرا باز بکن. پس صفت می تیز ژبه ستا په ذکر، میگه زبان من گویای صفت توست. د بلبل پشان گویا کړې زما ربه، میگه این گویا و گفتار مرا مثل بلبل بساز، یک کمی گویای مرا خوبتر بساز. چه من نفس وی رضات نارضایی و هغه کارت میشا کړې زما ربه. ببخشید، چه من نفس وی رضات نارضایی، میگه زمانی که با کاری که به اصطلاح رضایت تو نباشه و هغه کارت میشا کړې زما ربه، میگه ای خداوند مرا از او کار دور بساز. نفس، شیطان، حرص و هوا را سره ملدی، میگه نفس و شیطان و حرص و هوا همه با ما همیشه همراه بوده و هست. لجمله می پناه کړې زما ربه، میگه مرا از همی تمامیش در پناه خود حفظ بدار و مرا دور بساز از اینها. یک تنها چیزم پلاری بی رفیقه بی گناه لار می آشنا کړې زما ربه، میگه زمانی که در راه به تنهایی میروم، بدون دوست میروم، بدون کسی همدم هستم، بیگانه، البته باشین بیگانه بوده، بیگانه لار می آشنا کړې زما ربه، میگه راه بیگانه رو برای ما آشنا کن یا راهنمایی کن برای راه درست ای خداوند من. شمس الدین دیار وصال په دعا غواړي که قبول دعا کړې زما ربه. شمس الدین البته هم شاعر است، میگه دیار وصال په دعا غواړي، دعای وصال یار طلب داره، میخواه که قبول دعا کړې زما ربه، میگه ای خداوند دعای مرا قبول بکو یا بپذیر. خب لغت های درس است: پیژندن یعنی شناخت، پشان یعنی ماننده، زم میروم، غواړي یعنی میخواهد. کارخانگی در مورد درس فوق مقاله، یعنی در مورد این درس عنوانش شما یک مقاله در پشتو نوشته میکنید.